صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید. ای همه اهل عالم بسرایید، نام پرجلال او را تسبیح بخوانید و به همه مردم اعلام نمایید که او خدای متعال می باشد. ای خداوند، چه عظیم است اعمال دست تو و قدرت تو چه مهیب است. تمامی زمین تو را می پرستند و جلال تو را می سرایند. بیایید به کارهای شگفت انگیزی که خدا انجام داده است نظر بیفکنید. او به سبب قدرت عظیم خود تا به ابد حکمرانی می کند و جنب جوش زندگی ملت را تحت نظر می گیرد. خدا فروتنان را سرافراز می گرداند، اما متمردان را به زیر خواهد افکند و غرور آنها را در هم خواهد شکست. پس ای همه انسان ها، بیایید خداوند را متبارک بخوانید، خداوند را تسبیح بخوانید، زیرا او حیات ما را در دست خیش نگاه می دارد و نمی گذارد که پاهایمان لغزش بخورد. عیسی مسیح می فرماید: من آمدم تا گناهکاران را بجویم و نجات بخشم. عاشقان حق و تشنگان عدالت، درود گرم ما را پذیرا باشید. امیدوارم که به فیض خداوند روزهای خود را در راه شناخت او و نزدیکتر شدن به او به سر بیاورید و در فیض و رحمت بی پایانش قرار گرفته از نعمات جاودانیش هر روزه بهره مند شوید. برای فرد شما سلامتی و شادکامی رو از پیشگاه پرمیرش خواستارم و امیدوارم که در سلامتی الهی عمر خودتون رو به سر بیاورید. من برادر شما و غلام نالایق عیسی مسیح کشیش سید رضا مسعودی نیم ساعت آینده رو در خدمتتون خواهم بود و با کمک او از گفتار مقدس و حیات بخشش که غذای روح و جان و طریق راستی و عدالت برای همه انسان هاست خدمتتون میخونم و با دادن توضیحاتی در پیرامون معنی آیات شما را در درک بهتر گفتار خدا یاری خواهم داد و امیدوارم که شما نیز با هوشیاری و دقت به آنچه که خدا در عیسی مسیح فرموده است توجه کنید. اگر انجیل مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به انجیل متی فصل 5 بگشایید تا از آیه 22 دنباله تعلیمات عیسی مسیح را مطالعه نماییم. احیانا اگر شما از شنوندگان عزیزی هستید که هنوز انجیل مقدس را در اختیار ندارید، منتها مایل به دریافت آن هستید، ما ازتون دعوت میکنیم که حتما با ما تماس بگیرید تا این جاودان کلام خدا را خدمتتون ارسال بداریم. آدرس رو در پایان وقت مجدداً اعلام خواهیم کرد. این برنامه رو از صدای انجیل میشنوید. از فصل 5 تعلیمات و دستورات طلایی عیسی مسیح به رسولانش آغاز میشه و عیسی مسیح نه فقط نحوه زندگی کردن در ملکوت آسمانی، یعنی جایی که اراده خدا و خود خدا پادشاهی میکند را به ما میدهد، بلکه یادآور میشود که آنچه که او برای انسان گناهکار دارد فیض خداوند است، یعنی عطیه‌ای از جانب خدا برای انسانی که لیاقت آن را ندارد و آن عطیه همانا نجات بشر از گناهان می باشد.
در مسیحیت شاید در کلمه فیض خدا بیش از هر چیزی دیگر قادریم به عمق و علت آمدن عیسی مسیح پی ببریم. در واقع مسیحیت را نیز میتوان در کلمه فیض خدا گنجانید، زیرا فیضی که توسط آن بشر میتونه نجات پیدا کنه. مذاهب دیگر از جمله یهودیت شریعت و دستورات مذهبی را عامل نجات بشر می‌دانند، ولی حقیقت هم اینه که هیچ بشری در جهان پیدا نشده و نمی شود که شریعت حق را مو به مو اجرا کرده باشد و نجات را بدین وسیله تحصیل کرده باشد. بعضی‌ها خیال می‌کنند که با ظهور عیسی مسیح و آوردن قوانین تازه او، تورات و طریق شریعت خط بطلان کشیده شده و آن هم از بین رفته، ولی این طور نیست. در کلام خدا از آیه 17 عیسی مسیح در رابطه‌اش با تورات مقدس می‌فرماید گمان مبرید که آمدم تا تورات و صحف انبیا را باطل کنم. خیر، آمدم تا آن را تمام کنم، یعنی به کمال رسانم. این گفته مسیح عقیده آن کسانی که میگویند وقتی خدا قانون جدیدی مثلا توسط عیسی مسیح فرستاد، قانون تورات را خود به خود نسخ و باطل و کهنه می کند را شدیداً رد می کند و در واقع تعلیم می دهد که گفتار خدا همانند خود خداوند تعالی جاودان و ازلی است و هرگز باطل و کهنه نمی شود. برای همین بود که مسیح فرمود به شما میگویم که آسمان و زمین زائل میشه، لیکن نقطه یا همزه از تورات باطل نخواهد شد. این شهادت عیسی مسیح نه فقط به ما نشان میدهد که گفتار خداوند همیشه پایداره، بلکه به ما تعلیم میده که نباید منطق انسانی را بر گفتار الهی و روش خدایی ترجیح بدهیم. ای عزیزان، همیشه به خاطر داشته باشید که روش خدا اگر با عقل جور در نیاید، علتش این است که مافوق عقل است و آن کسی که به ما حکمت و عقل داده خودش به مراتب بالاتر از عقل ما می باشد. با گفتن این مقدمه حالا به آیه 21 توجه می کنیم و تعلیمات و گفتار عیسی مسیح را خدمتتون می خونیم. عیسی مسیح درباره کامل کردن دستورات تورات و نه باطل کردن آن چنین می فرماید: در تورات آمده است که گفته شده قتل مکن و هر کسی که مرتکب قتل شود محکوم خواهد شد. اما من به شما میگویم نه فقط قتل کردن گناهه، بلکه هر کس نسبت به برادر خود عصبانی شود محکوم خواهد شد و هر که برادر خود را ابله بخواند به دادگاه برده خواهد شد و اگر او را احمق بخواند مستحق آتش جهنم خواهد بود. پس اگر هدیه خود را به قربانگاه ببری و در آنجا به خاطر بیاوری که برادرت از تو شکایتی دارد، هدیه خود را جلو قربانگاه بگذار و اول برو و با برادر خود آشتی کن و آنگاه برگرد و هدیه خیش را تقدیم کن و با مدعی خود وقتی که هنوز در دادگاه هستی صلح نما و الا آن مدعی تو را به دست قاضی خواهد سپرد و قاضی تو را به دست زندانبان خواهد داد و به زندان خواهی افتاد و یقین بدان که تا دینار آخر را نپردازی آزاد نخواهی شد. دوستان عزیز، عیسی مسیح در این آیات ابتدا به ریشه قتل و شرارت حمله کرده و از ما انتظار دارد که اگر بخواهیم در ملکوت آسمانی جای خود را حفظ کنیم، نه فقط از قتل کردن باید بپرهیزیم، بلکه باید ریشه آن را نیز از خود دور کنیم و ریشه قتل یعنی خشم و عصبانیت، زیرا قتل بر اثر خشم به وجود می آید. مسیح می گوید اگر تا به حال قتل نکرده بودی احساس نمی کردی که قانون خدا را شکستی، ولی حقیقت هم اینه که نه خدا از خشم و تهمت و نفرت راضیه و نه هیچ بنده. بنابراین باید از آن دور بشی. خدا از خشم و تهمت و نفرت شدیداً متنفره. اون از خود دور کن. در غیر این صورت بایستی این رو بگیم که باعث خشم خدا شدی و باید حساب آن را بپردازی. سپس به موضوع صلح در زندگی و رابطه آن با عبادت اشاره می کند. می گوید هرگز عبادت شما مقبول پسند خدا نخواهد شد اگر در دل خودتون نسبت به کسی بدی داشته باشید. به عبارت دیگر، اگر در دل خودتون بدی داشته باشید، نسبت به کسی متنفر باشید، بدانید دعاتون مستجاب واقع نمیشه.
اگر از کسی متنفر هستی، اگر به کسی ظلم کردی، دعاتون اثری ندارد، به درگاه خدا شنیده نخواهد شد. به عبارت دیگر مسیح نمیگوید که مثلا 5 مرتبه دعا و نماز را هر روز به طور مرتب بخوان تا حقت را اجرا کرده و خدا را بپرستی. خیر، میگوید برو قلبت را اول از هر نوع کینه و رنجشی که برای دیگران به وجود آورده‌ای پاک کن. برو ظلمی که کرده‌ای جبران کن با نیکی. برو تقاضای بخشش کن. اول دل هم نوع خود را به دست بیاور، بعد بیا خدا را عبادت کن تا عبادتت مقبول پسند خدای تعالی بشه. در واقع عیسی مسیح می‌فرماید انسان چگونه میتواند خدا را عبادت کند و از او انتظار بخشایش داشته باشه در حالی که خودش حاضر نیست دیگران را ببخشه و با آنها آشتی کنه و ظلم و نفرت نسبت به آنها در قلبش داره. عیسی مسیح تعلیم میداد که ای انسان، شما نمیتوانید با خدا در آشتی و صلح باشید. شما نمیتوانید ادعا کنید که رابطتون با خدا درسته، مشارکتتون درست و صحیحه، اگر با هم نوع خود در صلح و صفا نیستید. اگر برادری را که میبینی محبت نمی کنی، چگونه انتظار داری؟ چگونه میتوانی خدایی را که نمیبینی محبت کنی؟ دقت کنید دوستان عزیز، خیلی مهمه که ما به اهمیت این نوع رابطه با خدا پی ببریم. مسیح تعلیم میده که اگر ما با هم نوع خودمون در صلح و صفا نباشیم، اگر اونا رو نبخشیده باشیم، دعای ما بی جواب خواهد بود. میگوید اگر برادری را که میبینی محبت نمی کنی، چگونه میتوانی خدایی را که نمیبینی محبت کنی؟ اگر برادری که هم نوع خودتو نمیتونی دوست داشته باشی، نمیتونی کمکش کنی، نمیتونی یار و یاورش باشی، چطور انتظار داری که در راه خدا کار خیر کنید؟ خدایی که نمیبینید. مسیح میخواهد به آنانی که ادعا میکردن که تمام قوانین خدا را حفظ میکنن و به خود میبالیدن که بله ما مذهبی و مؤمن هستیم و ما تمام قوانین خدا را اجرا میکنیم، ما مطیع شرایع الهی هستیم، نشون بده که دروغ میگویند. با بیان این تعلیمات همه مغروران را در واقع مسیح متهم میکنه که دروغ میگه و فخرشون بیهوده است. چرا؟ زیرا قانون خدا بسیار کامل است و انسانها ناقص. از آیه 27 مسیح حکم میدهد که بدون شک هیچ انسانی اگر کلاه خودش را قاضی کنه و وجداناً قضاوت کنه، اگر ادعا کنه که در بقیه دستورات خودش مطیع بوده و قوانین را اجرا کرده، در این مورد نمیتواند ادعا کنه که بله من قانون خدا را کاملا و مطلقاً بدون هیچ اشکالی اجرا کردم. گوش کنید دوستان، کلام خداوند چه میگوید. ببینید که مسیح چگونه ما را به گناهانمون ملزم میسازد. از آیه 27 اینطور میخوان، میگوید شنیده اید که به اولین گفته شده است زنا مکن، لیکن من به شما میگویم هر کس به زنی نظر شهوت اندازد، همان دم در دل خود با او زنا کرده است. پس اگر چشم راستت تو را بلغزاند، قطعش کن و از خود دور انداز، زیرا تو را بهتر از آن است که عضوی از اعضای تباه گردد از آن که تمام بدنت در جهنم افکنده شود. و اگر دست راستت تو را بلغزاند، قطعش کن و از خود دور انداز، زیرا تو را مفیدتر از آن است که عضوی از اعضای تو نابود شود از آن که کل جسدت در دوزخ افکنده شود. دوستان عزیز، شده افراد زیادی ادعا کنند که ما قانون خدا را انجام دادیم و زنا نکردیم. بله، شاید کاملا درست بگن که عمل زنا را عملا انجام ندادن، اما قانون خدا تنها تماس بدنی زنا را محکوم نمی کند، بلکه ریشه و تخم زناکاران را نیز محکوم کرده. مسیح می فرماید حتی اگر نظر شهوانی، یعنی توسط چشمت خواسته جسمت رو آشکار کنی، اگر نظر شهوانی نسبت به زنی داشته باشید، از نظر خدا، نه از نظر انسان، از نظر خدا زناکار محسوب می شوید. دقت کنید دوستان، اگر حتی نظر شهوانی نسبت به زنی داشته باشیم، از نظر خدا زناکار محسوب می شوید. و دوستان، هیچ انسانی نمی تواند و جدا در برابر این قانون خدا بیسته وجداناً بگی که من هیچ وقت زنا نکردم، من عادل هستم. مسیح می گوید نظر شهوانی نیز زنا محسوب می شود. چرا مسیح این رو میگه؟
چرا هیچ کس نمیتونه در برابر اون وایسه؟ چون کلام خدا کامله. مسیح آمده اون رو کامل کنه و شهوترانی در همه بدون استثناء هست. همه از درگاه الهی قاصر و کوتاه آمدن. همه از نظر خدا گناه کردن. عادلی نیست یکی هم نه. دوستان عزیز، این قانون‌های مسیح بسیار سخت و مشکل هستند و من باید اعتراف کنم شخصا که وقتی این دستورات الهی رو میبینم بیشتر نیازمند به نجات دهنده هستم. وقتی قانون مسیح رو میخونم بیشتر فکر میکنم که چقدر گناهکارم. هر چقدر روی این اوامر خدا فکر میکنم بیشتر پی به خطاهای خودم میبرم و میدونم که تا چه اندازه محتاج به فیض و رحمت خدا هستم، تا چه اندازه محتاج به نجات دهندم، چون میدونم من باید اعتراف کنم که چشمان من ناپاک بوده، افکار من ناپاک بوده، خشم و کینه در دلم جای دادم، قانونهایی که خداوند آن را خطا میداند. دوستان عزیز، تعلیمات و موعظه‌های عیسی مسیح بر بالای کوه نیاز شدید ما انسانها را به منجی آشکار میکنه و ما را از عدم پیروی و ضعف و ناتوانایی که در برابر قوانین خدا داریم آگاه میکنه و نه فقط آن بلکه یاری هم میده، کمک اون میکنه. نه فقط درد و نشون میده بلکه دارو هم میده. میگوید کلام خداوند هر کسی که به حضورش بیاد خدا را رد نمیکنه. دوستان عزیز، در برابر این قوانین آسمانی می توانید صادقانه به حضور خدا بیایید و از خداوند تمنای رحمت کنید. شاید بگویید که من از همه اوامر خدا پیروی کرده و آنها را انجام دادم. کلام خدا میگوید که حتی یک نفر نیست که تمام قوانین خدا را مو به اون اجرا کرده باشه. ممکنه که شما خیلی قوانین خدا را اجرا کرده باشی ولی یکی رو شکسته باشی، یک فرمان رو شکسته باشی. دوستان، مطابق کلام خدا شما خلافکار هستید. دوستان، من و شما نیازمند نجات دهنده هستیم. من و شما نیازمند نجات دهنده ایم و اون نجات دهنده عیسی مسیح است. سپس در دنباله تعلیماتش در آیه 31 در مورد طلاق عیسی مسیح اینطور میگوید در تورات موسی آمده است که هر که از زن خود مفارقت جوید طلاق نامه به او بدهد. لیکن من به شما میگویم هر کس به غیر از علت زنا زن خود را از خود جدا کند باعث زنا کردن او می باشد و هر که زن مطلقه را نکاح کند زنا کرده باشد. عیسی مسیح میگوید در شریعت موسی آمده است که اگه کسی قصد داشت از زنش خلاص بشه کافیه که طلاق نامه بهش بده و از او جدا بشه. ولی هر کسی زن خودش رو بدون اینکه خیانتی از او دیده باشد طلاق بده و آن زن دوباره شوهر کند، آن مرد مقصره. چرا؟ چون باعث شده زنش زنا کند و مردی هم که با این زن ازدواج کرده زناکار است. دقت فرمایید، مسیح در اینجا درباره طلاق تعلیم و دستور نمیده. در فصل 19 عیسی مسیح درباره ازدواج و طلاق صحبت میکنه. آنچه که او در اینجا بیان میکنه کامل کردن دستوراتی است که خدای تعالی به او داده، دستوراتی که برتر از موسی است، تا به من و شما ثابت کنه که او آمده است تا تورات را کامل و تمام کند. در فصل 19 میبینیم که مسیح نشان میدهد که طلاق دادن به هیچ وجه جایز نیست مگر آنکه یکی از طرفین خیانت کرده باشه و در این صورت میتوانند از هم جدا شوند، اما اجباری ندارند. تأکید این آیه بر این است که زن جزئی از وسایل منزل نیست و یا مرد نباید زن را فقط وسیله‌ای برای ارضا و خواسته نفس خود بداند، بلکه همان اندازه که مرد مهم است زن نیز مهم می باشد و ازدواج یعنی دو نفر که تبدیل به یک تن شدن. و ازدواج از نظر مسیحیت آنقدر مهمه که کتاب مقدس اخطار می دهد که آنچه خدا پیوست انسان جدا نکند. آنچه خدا تقدیس کرده یعنی ازدواج، انسان حق ندارد آن را جدا کند. آدمی حق جدا ساختن رو نداره. در مورد ازدواج و طلاق در فصل 19 به طور مفصل صحبت شده که وقتی در مطالعه خودمون به اونجا برسیم به طور مفصل هم در این مورد با شما صحبت خواهیم کرد. حال گوش کنید به بقیه تعلیمات عیسی مسیح که از آیه 33 فصل 5 انجیل متی براتون میخونم. میفرماید شنیدید و یا در تورات مقدس آمده است که گفته شده است قسم دروغ مخور، بلکه قسمهای خود را به خداوند وفا کن.
لیکن من به شما میگویم. ببینید مسیح داره کاملش میکنه. حضرت موسی گفته بود که قسم دروغ نخورید و اگرم قسم به خدا خوردید بایستی اونو وفا کنید. نذری کردید، قسم خوردید، بایستی عملی سازید. حالا مسیح میگوید ولی من به شما میگم هیچ وقت قسم نخورید، نه به آسمان زیرا که عرش خداست و نه به زمین زیرا که پای انداز اوست و نه به اورشلیم زیرا که شهر پادشاه عظیم است و نه به سر خودتون قسم یاد کنید زیرا که مویی را سفید یا سیاه نمیتوانی کرد، بلکه سخن شما بلی بلی و نی نی باشه زیرا که زیاده برین از شریر است. در این آیات عیسی مسیح در مورد قسم خوردن تعلیم میده. دوستان عزیز، او قوانین موسی را باطل نمیکنه، بلکه به روی اساس آن را کامل تر میکنه. میفرماید شریعت موسی فرموده است تو حق نداری که قسم دروغ بخوری و اگر قسم به نام خدا خوردی باید متعهد بشی، تعهد کنی که آن را انجام بدی. ولی من میگویم مطلقاً حق قسم خوردن رو ندارید. هیچ وقت قسم نخورید، نه به آسمان و نه به زمین و نه به جان خودتون. چرا مسیح قسم خوردن رو منع میکنه؟ میگوید تو صاحب چیزی نیستی که به آن قسم بخوری. آسمان که جای سلطنت خداست و زمین پایانداز اوست و وجودت مال خداست. تو حتی نمیتوانی مویی را سفید یا سیاه کنی، قدرت نداری. پس چرا قسم میخوری؟ میفرماید شما باید فقط بگویید بله این کار را میکنم یا نه این کار را نمیکنم. میگه زیاده از این از شریر است. در زبان فارسی اصطلاحی بسیار زیبا داریم که میگوید گفتی باور کردم، اصرار ورزیدی شک کردم، قسم خوردی دانستم که دروغ میگویی. راستنی دوستان عزیز، امروز چند بار برخلاف خدا رفتار کردیم؟ چند بار قسم خوردید؟ هم به جان خودتون، هم به جان دیگران، هم به جان خدا. بهتر بگویم چند بار امر خدا را که فرموده است قسم نخورید شما قسم را خوردید و وعده خدا را، امر خدا را شکستید؟ ای عزیزان، من و شما نیازمند نجات دهنده ایم. از فرمان خدا سرپیچی کرده ایم، قانون خدا را شکسته ایم و نیازمند بخشش و رحمت او هستیم. نیازمند فیض اویم، فیضی که خدای تعالی در عیسی مسیح بر ما آشکار کرده. متاسفانه چون وقت ما داره به پایان میرسه، اجازه میخوام که بقیه آیات فصل 5 رو در برنامه بعدی به سمتون برسونم و سپس درباره یکی از تعلیمات عیسی مسیح که بارها در کشورمان مورد مسخره غیر مسیحیان شده و آن را ضعیف و نحیف دانسته و آن را از جانب خدا حتی نمیدانند صحبت کنم. یعنی در مورد عکس العمل ما نسبت به شریران و ظالمان. زیرا در این آیه می‌فرماید اگر کسی به صورت شما زد، روی طرف خود را نیز به سویش برگردان. مسیح میگوید با شریر مقاومت نکنید. حتی اگر به طرف شما سیلی زدن، روی خود را برگردان که دوباره بزنه به اصطلاح. البته این آیه به این سادگی هم نیست که دوستان عزیز غالبا فکر میکنن. در عوض این آیه یک موضوع بسیار بسیار مهم و حیاتی رو بر ما آشکار میکنه و اتفاقا انسانها را به دو گروه تقسیم میکنه. موضوع این دستور، این کلام خدا، این امر خدا این است که آیا ما هم همانند ظالمان رفتار میکنیم و یا با آنان متفاوت هستیم؟ آیا ما جز شریران هستیم یا جز عادلان و برگزیدگان؟ سوال اینه که وقتی که مسیح این تعلیم را میدهد ما در کدوم گروه هستیم؟ راه و روش ما چه خواهد بود؟ زیرا راه و روش ما آشکار میکنه که آیا ما جزو عادلانیم یا مطابق این آیه جزو شریران. آیا همانند ظالمان و شریران رفتار میکنیم و یا طریق عادلان را پیروی میکنیم؟ پاسخ را باید در عمل دید. پاسخ را باید در عمل نشون بدهیم و تعلیم عیسی مسیح از آیه 38 به بعد در واقع تفاوت بین شخص شریر و شخص عادل رو بیان میکنه که ما با کمک خداوند اون آیات را براتون میخونیم و از کلام خداوند براتون میخونیم تا خودتون ببینید که عیسی مسیح چه تعلیم داده و بعد برید این تعلیمات را مقایسه کنید و با دیگر مذاهب بسنجید و آنچه که کامله، آنچه که بهتره برگزینید و از آن پیروی کنید. دوستان عزیز، باز تکرار میکنم که عیسی مسیح وقتی که به این جهان آمد برای این نیامد که به اصطلاح مذهب یهودیت را باطل کنه.
ذره از تورات را باطل نکرد. و امروز ما به کتاب مقدس تورات نیز همانقدر اهمیت میدیم که به انجیل اهمیت میدیم. چرا؟ چون کلام خداست. بدبختانه در ایران عقاید غلطی در مورد کلام خدا وجود داره. میگن همونطوری که موسی آمد تعالیم قبلی را کامل کرد، به همین طور مسیح آمد نه فقط کامل کرد بلکه باطل کرد. نه، باطل نکرد، مسیح کامل کرد، آنها را رد نکرد. هنوزم جزء قوانین کلام خدا هستند، ولی کاملیت را به ما نشان داده. کتاب مقدس میگه خدا در ایام سلف به اقسام متعدد و در زمانهای مختلف با ما سخن گفت، خیشتن را آشکار کرد. اما در ایام آخر در عیسی مسیح مکاشفه خیش را عملا به ما نشان میده. یعنی در عیسی مسیح خدا همه چیز را به صورت کامل به ما عطا کرده. قبول ندارید؟ برید دستورات مسیح را بخونید. برید این قانونی که خداوند به ما عطا کرده در عیسی مسیح با دیگر مذاهب مقایسه کنید. ببینید کدام یک بهتره. خود عیسی مسیح اتفاقا به ما امر کرده، به همه انسان ها فرموده است که بروید همه چیز را تحقیق کنید و آنچه که نیکوست بپذیرید، آنچه که نیکوست از آن پیروی کنید. و ما این را از شما می‌خوایم که دوستان عزیز فقط در افکار خودتون غوطه‌ور نشید، روشن فکر باشید، برید تحقیق کنید و آنچه که نیکوست برگزینید و حقیقت را بیابید. زیرا در روز قیامت من و شما بایستی به خدای تعالی جواب بدهیم. هیچ کس دیگه واسطه نمیشه. امروز روزیه که ما بایستی طریق را بیابیم، فردا ممکنه دیر باشه. تا برنامه دیگر و روز دیگر، حق نگهدارتان باد. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.